بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن بر زبان آفرین. و با عرض سلام حضور شما محترم مستمعین الکرام. پیامبر علیه السلام می‌فرمایند اعزل الاذى عن طریق المسلمین، یعنی هر آن چیزی که مردم را آزار می‌دهد از راه دور بگردانید. ابو منصور نام مردی بود که او 40 سال خدا را طاعت عبادت کرد، 40 رمه گوسفند را در راه خدا صدقه کرد، 40 حج نمود و 40 سال در راه خدا جنگید. وقتی که او را مرد دنبالگیر شد و فرزندان وصیت نمود که ای فرزندان، وقتی که مرا در قبر میگذارید همراهی بینمایید، یعنی آن شب مرا با آیات و دعا یادآوری تنها نگذارید. فرزندان آن شب او را در خواب دیدند که روز قیامت شده و او در محشرگاه است. پروردگار از ابو منصور حجت که بیا تا چی دستاویز برای ما آورده ای؟ ابو منصور میگوید ای پروردگارم، من 40 سال تو را طاعت عبادت کردم. خداوند میگوید قبول نیست. میگوید 40 حج نمودم، قبول نیست. 40 رمه گوسفند را در راه خدا صرف کردم ای پروردگار، گفت قبول نیست. 40 سال در راه تو جنگیدم، گفت قبول نیست. پس ابو منصور گفت ای پروردگار، دیگر چیزی ندارم که دستاویزی که پیشکش شما بینمایم. پس میگوید پروردگار که ای ابو منصور، یاد داری شبی از کوچه میگذشتی که سنگ در راه بود و پشت آن حوزه که مردم بر آن پیش پایی میخوردند. کسی تو را نگاه نمیکرد، کسی تو را بهان نمیداد، کسی تو را تعریف نمیکرد. تو به خاطر خدا، به خاطر آنکه آن به مردم آزار نرساند، آن سنگ سری راه را از ره دور افکندی و از این عملت ای ابو منصور تو داخل جنت شو. پس امروز این ظرف‌های پلاستیکی که مردم ما در راه میپرتایند، یگان فکر اندیشه ندارند. کوشش بینماییم که از این عمل ناصواب و ناشایسته دست بکشیم که شاید سبب هر گونه بیماری ها و سبب آزار مردم بگردد و با عمل اندک خود را داخل جنت بگردانیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.